سلام دوست عزیز، چطوری؟ من حسام هستم. امروز اومدیم با آموزش این که چطور دور و برمون رو ببینیم، بتونیم راحت ببینیم. خب عشق داداش، میای قسمت تنظیمات، یعنی این قسمت دیگه خود میدونی که این قسمت تنظیمات و روی این کلیک میکنی، میریم قسمت تنظیمات، روی دومی میزنیم، دومین گزینه میزنیم، یعنی این قسمت. خب کلیک کردیم، صفحمون رو میشه میاریم به پایین، پایین میریم پایین. بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین. دقیقا این قسمت، دقیقا این قسمت. اینو تا جایی که میتونی ببر تا 80. اینو 80 دیگه تا آخره، ببر تا 80. اینم تا جایی که میتونی زیادش کن. این برای سرعته. لایک ساب دیگه یاد نره دیگه، عشق منی، دمتم گرم. اینه برای سرعته. یه دون لایک ساب کن، این هم از این، به همین راحتی. عشق کن، لایک ساب یادت نره. خداحافظ تا ویدیو بعد.